کل گیروال دادی؟ کل گیروال دادم شما میایم بخیر. خب خیر باشه. وکیل صاحب اون دیگه بیادر و محمدن بخیر. بخیر بیان. مانده نباشه. صبرخان مانده نباشه. بیادرها خوب شد که کلتان جمع شدین. امروز مسئولین کدی ملکای قریه، کدی وکیل صاحبا، کدی متنفذین، کدی کلشان یک جلسه داشت، برای کلشان هدایت داد. بعضی نکات مهم است که ما باید کلتان بفهمونم و شما هر کس را که دیدین همین گپا را برش بگوین. تماما موضوعات به خاطر همین سیلاباست. یکی پلایی که میفهمین که پل ضعیف است، کوشش کنین خودتان اولادتان از اون پلا دیگه عبور نکنن. و دیگه در جایی که میفهمین سیلبر است یعنی آب سیل میاد، کوشش کنین که در اون منطقه نباشین، بوده باش نکنین. خانه هایتان همیشه خبرگیری بکنین در قسمتی که سیل میاد. اگر خانه هایتان هست موقتا از اینجا کوچ کنین، یک جای دیگه برین. شما میفهمین که در این موارد مسئولین همیشه کمک کرده، همیشه به اصل وقت رسیده، ولیکن وظیفه ما شما نمی است که دوش مسئولین همیشه باید با کسایی که سیل زده هستند باید دستشان بگیریم و کمک کنیم. خدا خیرت بده وکیل صاحب. اگر همین مردم نمی بود و همین خانه گلخان که از اثر سیل چپه شد با وقتش نمی رسیدیم، کلش سیل می برد. حالا میریم دمی قریه پایان که دو مردم ها می خیریالا میکنیم، ولی پیشین کل ما شما باز دفاتی همین جوان خود میریم.